با تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان شما رو در برنامه اخباری آزادی آشنا می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 14 سپتامبر این موضوع‌ها را به بررسی خواهیم گرفت. در دوشنبه نشستی رهبران 5 کشور آسیای مرکزی افتتاح یافت. در عرفه آن رهبر تاجیکستان با پرزیدنت قرقیزستان مشکل مرزی مشترک را بررسی کرد. در پای بازنگری دادگاه روسیه قاتل دختر 5 ساله تاجیک را به حبس ابد محکوم نمود. قاتل فرزند من یک عمر حبس گرفته شد. من 100 جان خدا راضیم. قرض تا قیامت. مقامات ازبکستان اموال مردم قرضدار از بانک‌ها را مصادره می‌کنند. من به جای 25 میلیون با آنها 26.5 میلیون برگردانیده بودم. امروز در عرفه نشستی رهبران کشورهای آسیای مرکزی ایلهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان غیر منتظره به دوشنبه آمد و با پرزیدنت امالی رحمان هم صحبت شد. سامانه پرزیدنت تاجیکستان ایلهام علیف را مهمان فخری در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی نامید. تحلیلگرانی که با رادیو آزادی صحبت کردند، سفر رهبری یکی از کشورهای قفقاز جنوبی را به نیازمندی باکو به دریافت پشتیبانی همپیمان‌هایش از آسیای مرکزی پیوند دادند. همچنان صبح امروز رهبران تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و نشانه‌گذاری سرحد دو کشور را بررسی نمودند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان نوشت که امامعلی رحمان و سودیر جباروف مسائل مهم از جمله علامتگذاری مرز را مطرح نمودند. همکاران ما نشستی مشورتی رهبران آسیای مرکزی را پیگیری دارند و به همین زودی هم تفصیلات بیشتر را در این باره بینندگان عزیز می توانید بخوانید در سامانه های ما. و حالا رو میاریم به باغ فردوسی شهر دوشنبه که در آنجا فستیوال طعام‌های ملی کشورهای آسیای مرکزی با اشتراک آشپزهای نامی کشورهای منطقه جریان دارد. در این باره همکارانمان امیر عیسوی و اسکندر فیروز گزارش می‌دهند. در حاشیه برگزاری همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی رویداد به نام خوان دوستی در باغ فردوسی شهر دوشنبه برگزار شد. در کنار پیشنهاد دستاوردهای کشاورزی و هنرهای مردمی در آن برای مهمانان 400 دیگ آش پلو تهیه شد. و آش پلو از تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان و همچنین از همسایه کشورهای به ما دوست از جمهوری ازبکستان و از ترکمنستان و همچنین از قزاقستان و خوراک های گوناگون انواع خوراک ها پیشنهاد کرده شد و باور کنید بسیار یک تاثیرات خوب هم مردم از این گرفتند. خوان دوستی از سوی شرکت کننده های همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی و سفیران کشورهای خارجی مقیم دوشنبه مورد بازدید قرار گرفت. خیلی بامزه، خیلی لذیذ و من خیلی خوش آمد. گوناگونی طعام‌ها و هم طرز ناهمسان پختن آنها. متأثرم. تشکر. در گوشه آشپزهای ازبکستانی دیگ میسین توجه ما را جلب کرد که معمولاً ساکنان بخارا در آن آش پلو تهیه میکنند. آشپزان ازبکستان فرق آش تهیه شده بخارایی، سمرقندی و تاشکندی و اندیجانی را توضیح دادند. فرق میکند. بله، اندیجان آشش گوشت گوسفند روغنش دیگه و مردان آشش یعنی چایخانه باب. اینجا اندر پسته روغن، این به کنجوت روغن گفتگیمدک زغر، اینجا هم به یک سه خیل آموخته روغن خواهی آبجواز روغنش هست. حضرت نبیزاده آشپز از مزار شریف که حالا در چایخانه مولانای شهر دوشنبه کار میکند نوع از پلو افغانستانی را پیشنهاد مشتریان کرد. او قدر فرقیت نداره، فقط از نگاه برنجش کمترک فرقیت داره، دیگه روغنش و چیزاش کمترک است. از ما برنج آش ما یک ذره سبکتر است. با مویز داره از ما اضافه پیسته داره. این را شما میبینین که پیسته و بادام است، تخم بودنه و خود بودنه. ایرا به نام امروز که ما اینجا تهیه کرده هستیم از آش مایچه دار. یا البته مایچه نیست. میدونم مایچه نیست. بله از گوساله است. بله اینش همچنان سغل این مالونگ میگیم که الک داره. بله الک داره.
امروز اینجا از امو تیار کردگی هستیم. مهمانان و راهبران همایش کشورهای آسیا مرکزی با این برنامه تفریحی تشریف آورده از آش پلو و دیگر انواع میوه‌جات رایگان تناول میکردند. مسئولان برگزاری خانه دوستی برادی آزادی گفتند که برای جلوگیری از بی‌ترتیبی ها تصمیم شده است که برای وارد شدن ساکنان دوشنبه به این باغ بعد از ظهر امروز اجازت داده شود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. جزای گناهکار به قتل دختر 5 ساله توجیک وزنین‌تر شد. بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر یا کاساسیونی الکساندر سیومین برای قتل هویدو به حبس ابد محکوم گردید. پیشتر حکم او 24 سال زندان بود. همکارم مراجع یوسفی این موضوع را پیگیری کرده است و حالا در بری من در استودیو است. سلام مراجع، خوب حکم دادگاه کی صادر شد و تفصیلات آن چی است؟ سلام شهلا و درود بینندگان عزیز. دادگاه زینه دوم ولایت مسکو از آغاز هفته شکایت وکیل دفاع و پدر هویدا طلازاده را بررسی کرد. آنها طلب داشتند که الکساندر سیومین گناهکار در قتل دخترشان به حبس ابد محکوم شود. شفقت جان عمروف که از حق پدر هویدا در دادگاه حمایت میکند گفت طرف جبر دیده و هم دادستان از حکم اول دادگاه ناراضگی کردند. هرچند وکیل دفاع الکساندر سیومین طلب کرده است که او سفید کرده شود، در نهایت شام دیر و 13 سپتامبر دادگاه قرار اول را بیکار و الکساندر سیومین را به حبس ابد محکوم کرد. مراجع، آیا واکنش ها به این خبر علاقه هست؟ بله، دهها کاربران شبکه‌های اجتماعی از این خبر استقبال کردند و نوشتند که حق به حقدار رسید. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا هم گفت وعده در سر گوری فرزندش داده را اجرا کرد. ما در سر قوری فرزندم قول داده بودم که مثال باید ما کوشش کنیم که همین قاتل فرزند ما باید حبس عمره محکم که بتوانم گفته، نه که با مقصدم رسیدم. مثلا با کمک های جناب عالی محترم امام رحمان، با کمک خدمات کنسولی سفارت، همش مثلا ما را دستگیری کردن. مثلا غریب بچه ما را بسیار دستگیری بسیار کرد. ما ما میندارم. صحبت پدری هویدا بود. خب مراجع، آیا با همین حکم الکساندر سیومین دیگر نهایی شد؟ بر اساس قانونگذاری روسیه بعد قرار زینه دوم حکم به اجرا می درآید و به احتمال زیاد الکساندر سیومین را به زندان نظامش پرزور میبرند، اما سیومین حق دارد تا 6 ماه دیگر از بالای حکم شکایت برد. به گفته شرکتداران مرافعه، سیومین در تالار دادگاه به حکم اعتراض کرده است. فهمو، تشکر مراجع. یادآور میشویم که هویدا طلازاده روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانه‌شان در شهر سرپخ ناپدید شد. روز دیگر جسد او را در برخالطه ورزشی یافتند. قتل او از قضیه‌های پرسر و صدا در چند سال گذشته بود و بسیاری ها را در تاجیکستان و روسیه وحشت زده کرد. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر درنه لیبیا جستجوی قربانی ها و پاکسازی کوچه ها از طوفان روز 10 سپتامبر ادامه دارد. کارمندان خدمات نجات تقاضا کردند که برای جمع نمودن قربانی ها با آنها خلطه های پلاستیکی فرستاده شود. روز یکشنبه مناطق ساحلی بحر میان زمین با طوفان و آبخیزی مواجه شدند. در نتیجه هزارها نفر به هلاکت رسیده، مردم زیاد و مال و کالای آنها به بحر شسته شدند. مؤسسه‌های بشری سازمان ملل متحد تخمین کردند که در این آفت طبیعی کمش 5000 نفر به هلاکت رسیده، نزدیک به 10,000 کسی دیگر به نام و نشان شده است. در ازبکستان باشد برنامه سر و صدای دستگیری صاحبکاری اویلوی با بنبست مواجه کرده است. مردم زیاد قرض گرفته حالا امکان ندارند پول را به بانک ها برگردانند. بسیاری ها از اون سبب به این برنامه توجه کرده بودند که قرض امتیاز داشت و برای گرفتن آن پیشنهادی گرفت ضرور نبود. حالا در سراسر ازبکستان ریدها برگزار گشته، مقامداران در حضور افسران حفظی حقوق و ترتیبات مال قرضداران را مصادره میکنند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. این نوار در ناحیه نشانی ولایت قشقدریای ازبکستان گرفته شده است.
در آن مقامداران در حضور افسران حفظ حقوق و ترتیبات مال قرضداران را مصادره می‌کنند. در ریدهای مصادره اموال در ناحیه نیشان بعضاً رئیس محلی همراه با ده‌ها افسر پلیس و سوختارنشانی، دادستانی، کارمندان بانک‌ها و یاری تعجیلی طبی اشتراک می‌کند. آن روز من در خانه نبودم. آنها وقتی آمدند که در خانه فقط زنان بودند. زنان ترسیدند. اگر یک کس از روی دیوار به منزل دارد او را حبس میکنند. اینجا یک ازدحام هنگام نبودنم به خانه زده در آمد. در حالتهای زیاد نمایندگان دولت از راه ویران نمودن قانون به خانه ها می درآیند. مصادره کنندگان اموال به اجازت رسمی دادگاه به خانه ها می روند که امکان دارد همچون ورود غیر قانونی به منزل زیست ارزیابی شود. من برای معالجه همسر، پسر و دخترم قرض گرفتم. شرایط زیستم را بینید. چگونه من قرض را برگردانم؟ همسرم 5 ماه باز بیمار است. من برایش دوا میخرم. خودم هم بیمارم و باید نزد طبیب بروم و دوا خرم. پسرم وعده داد که پول را برمیگرداند. ما تربوز شناندیم. اگر پختن چندی لازم باشد جمع میکنیم. 2 میلیون، 3 میلیون چندی ضرور باشد. با آب هم مشکل داریم. بینید همه درختها خشک شدند. هیچ کس در غم مردم نیست. آب به ما نمیرسد. همه را ثروتمندان میگیرند. در حالتهای زیاد نمایندگان دولت از راه ویران نمودن قانون به خانه ها می درآیند. مصادره کنندگان اموال به اجازت رسمی دادگاه به خانه ها می روند که امکان دارد همچون ورود غیر قانونی به منزل زیست ارزیابی شود. اسنای ریدها به وجه عموم ماشین و چاروای قرضداران را مصادره می کنند. به عقیده ناظران این عمل با خلافکاری ها اجرا می شود زیرا مقامداران وزن و ذات چاروا را ثبت نمی کنند. من سال 2021 25 میلیون قرض گرفته بودم. در دستم سند هست که قرض را برگردانیدم. اما آنها روز یکشنبه آمده از دست پسرم گاو و گوساله را مصادره کردند. به قول اگربانک تا این زمان 6.5 میلیون سوم فایز بانک جمع شد. من به جای 25 میلیون با آنها 26.5 میلیون برگردانیده بودم. ما حاضر باید بخش باقی مانده را هم برگردانیم، ولی آنها زوراً چاروا را مصادره کردند. قرضگیری مردم ازبکستان با برنامه پرزیدنتی رشد صاحبکاری عائلوی رابطه دارد. سال 2018 با فرمان پرزیدنت شوکت میرزیویف، بانک ازبکی اگروبانک به مردم کمبیزات قرض داده فایز سالانه آن را به 14% برابر کرده بود. بعداً فایز قرض تا به 7% در سال کاهش داده شد. در چارچوب این برنامه هر عائله می توانست به گذاشتن گرو تا 30 میلیون سوم یا $2,500 قرض به دست آورد. اقتصادشناسان می گویند تقدیم قرض به گرفتن گرو خطای بزرگ بود. زیرا شمار زیادی قرضها بر نگشت. بانک ها با زیان کلان مواجه شدند و تعداد افراد کمبغل هم بیشتر شد. مجران توجیک از شهر سنت پترزبورگ شکایت دارند که چند روز اخیر ثبت نام و یا رجیستراسیون مشکل شده است. ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران کوری در منزل زیست با نشانی مشخص در روسیه حتمی می باشد. کاربران رادیو زودی روز 14 سپتامبر از نزد مرکز مهاجرتی سنت پترزبورگ نوار فرستادند که در آن جنجال و نوبت‌پایی زیاد دیده می شود. مؤلف نوار می گوید بعضی از مهاجران برای ثبت نام کردن یک هفته می شود در نوبتند. یکی از دیگر مهاجران در صحبت با ما گفت با سبب جای داشتن مشکلات 10 روز به ثبت نام بودند و بالاخره آنها را همگی برای یک هفته در قید گذاشتند. از سوی دیگر با گفته مهاجران اگر تا 2 ماه پیش نرخ رجیستراسیون در شهر سنت پترزبورگ برای 3 ماه 7,000 روبل روسی بود، بعد آغاز ریت‌ها به 12,000 روبل رسیده است. همینطور پرسش‌های ما نشان داد که در شهر مسکو نیز گذاشتن در قید مشکل گردیده وقت بیشتر صرف می شود. این هم در حالی است که ماهای اخیر در روسیه ریت‌ها شدت گرفته و نداشتن رجیستراسیون باعث 5,000 روبل جریمه و یا دپورت مهاجران می شود.
خب بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید و از هر یکی شما برای همراهی منتظر هستیم و تشکر میگویم که پیوسته در این برنامه ها ما رو همراهی میکنید. خبر و گزارش های بیشتر از این رو چون همیشه شما میتوانید از آن در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید.